به نام خداوند مهربان با عرض سلام و سپاس بینندگان و هموطنان گرامی به برنامه خودتان بازجیگب خوش آمدید. انشاءالله همراه برادر بابا جان قیمزاد مرور به حوادث و اخبار امروز خواهیم کرد که انشاءالله شروع از زادروزی استاد سفر عبدالله خواهیم کرد. امروز استاد سفر عبدالله از دانشمندان فرهیخته کشور که در خارج از کشور زندگی میکنند زادروز دارند و ما برای ایشان این زادروز را تبریک میگوییم و دعا میکنیم که خداوند همیشه مثل که بود یک حیات پربار و زندگی خوب و همیشه در هر دو دنیا سربلند باشد. سامانه تاج نیوز درباره استاد سفر عبدالله گفتن، میگن که سفر عبدالله یکی از پرکارترین عالمان معاصر تاجیک است و تازه از مسکو برگشته بود که نارامی ها او را، یعنی نارامی های سالی 90 او را وادار کرد دوباره میهنش را با دیدن خونبار ترک کند. اینک مدتی بیشتر از 20 سال اخیر را در خارج از وطن میگذراند و شاید این بخش زندگانی او پربارترین سالهای تلاش‌های علمی او باشند. سفر عبدالله را سرنوشت به شهر آلماتی سیبستان به قزاقستان برد و او از برکت دانش و توانایی‌های علمی و فرهنگی خود در حوزه ادبی و علمی و محافل علمی اونجا راه یافت. و واقعا استاد سفر عبدالله از ایران شناسانی مشهوری نه تنها منطقه بلکه جهان است و در محافل سیاسی روسیه هم اعتبار و جایگاه خود را دارد. ما بار دیگر این زادروز را به استاد گرامی تبریک میگوییم و خداوند همیشه به ایشان موفقیت ها نصیب بکند و در دنیا و آخرت سربلند باشد. یکی از خبرهای دیگری که بود این تحفه سالینوی برق تاجیک به مردم تاجیک است. یعنی برق تاجیک تصمیم گرفته است که روزی 31 و 1 همین سال را، یعنی 1 ینور را به خاطر عید سالینوی مردم رو با برق تامین بکند تا اینکه از این عید مستفید شوند. کاری واقعا خیلی خوبه است، ولی سوال اینجا میاد که چرا این کارها هم در عیدهای رمضان یا عیدهای قربان دیده نمیشود؟ بخصوص من که در رمضان بودم، شبی که عید میشود زنان بیچاره مادری تاجیک اونقدر عذاب میکشد، بیگاه میشود. اونا تا صبح بیدار هستن ولی متاسفانه نان میپزن، اون چیزهایی که عیدانه تیار میکنن، ولی متاسفانه این امتیاز که در عید سال نوی است و واقعا کاری خوبه هم هست، این رو در دیگر عیدها هم این امتیاز رو نمیدهند. من اصلا با یک مسئله دیگر است آخر. شما یک بار تصور کنید وقتی که امکان این هست که ما میتوانند روز 31 و 1 مثلا مردم رو با برق تامین کنن، پس معلوم میشود که این امکان هست. چرا در روزهای دیگر همین کارو نمیکنن؟ چی باعث میشود که در روزهای دیگر مثلا بگذار اگر میگن که مثلا شاید این آب کم میشود، این میشود، خیلی خوب، بیاید مثلا در یک ماه یک روز مردم رو کاملا برق بدهند، یک روز دیگر مثلا صرفه‌جویی کنند، یا حداقل این خیلی عجیب است واقعا. چرا مثلا در روزهای خاص میتونستن مردم رو برق بدن ولی در بقیه روزها نمیتونن؟ دوستی عزیز، این جای بحث دارد واقعا. این ساحه یکی از فسادترین ساحه ها در چی است که بسیار چیزها اونجا آشکار نیست، معلوم نیست. و خصوصا میبینیم که برق تاجیک بیشتر از طرف کسایی که به مسئولین اون تعیین میشوند که خیلی نزدیک به عائله حکمران دارند و اونجا واقعا بسیار بازی های پسپردگی خیلی زیاد است. و واقعا یکی از دوستان ما در برق تاجیک کار میکردن، یعنی کارمندان عادی واقعا خیلی سخت کوش هستند، پرتلاش هستند، ولی اونهایی که در بالا هستند مثلا اونها هر کاری را میکنن. یعنی فساد زده ترین، یکی از فساد زده ترین نهادهایی چی هست که ببین که اون برق تاجیک قرضدار شده است از سنگ توده یک. بله.
باید اون مسئولین جواب میدن که چرا قرضدار شده واقعا و اونی که مردم پول برق رو میپردازد. اگر با این چی میگن این حساب کنک های الکترونیکی که امروز گذاشتن، هیچ کس نیست که از پرداخت پول برق گریخته تواند. واقعا مردم پول برق کجا میشود؟ باز میارن میگوین که ما قیمت میخریم از سنگ یک، ولی مردم به نرخی ارزان تر میدیم. ولی وقتی که کارشناسان میبینن میگن این اصلا یک خوابپاشی است. اون چیزی که از اونجا میگیرن به مردم هم به همون نرخ میفروشند، ولی متاسفانه این رو میزنن بالای مردم و باز میرن پشتی جیب مردم که این قرضی برق تاجیک رو باید بودجه تاجیکی از جیب مردم جمع می شود از اونجا بگیرن، ولی اون مسئولینی که اینقدر فساد عجیب است اینجا میآیند. اینجا برق تاجیک در فساد قوتور است، در مشکلات قوتور است، قرضدار است، این است. ولی هر کسی که میاد مسئولیت رهبری برق تاجیک رو میگیرد، صاحب قصر و کوشک و ماشین و سرمایه کلان می شود. بله. واقعا شما چه خیلی میفهمید اینا؟ اگر یک نهاد فقیر است، کمبغل است یا اینکه قرضدار است، چه خیلی میشود که صاحبان اون نهاد، اون مسئولینی که در اونجا انتخاب میشوند، در یک مدت کوتاه صاحب سرمایه‌های کلان از اونجا میروند بیرون. واقعا اعمال اونجا غیر شفاف هست. مثلا در تعامل با فروختن این برق با کشورهای همسایه افغانستان و دیگر اصلا معلوم نیست که چی قدر برق میفروشند دیگر. و همچنین در تعامل با فروختی این برق با تالکو که 40% نیروی برق تاجیک رو میگیرد، که واقعا اگر ما چنانی که پیشتر گفته بودن اگر تالکو این نیرو را ندهند، مردم در این 20 سال اصلا از این مشکلی برق اذیت نمیکشیدند. ولی متاسفانه اونجا بازی های پسی بردگی خیلی زیاد هست و نگفته نماند که برق تاجیک مثل تالکو یکی از نهادهای روغن‌ترین در تاجیکستان محسوب می شود. یک چیز دیگر که این است که تاجیکستان واقعا اعلام کرده است که قرب سامانی، یعنی حدود 40% از اول سالهای اخیر 40% کاهش یافته است. بله، اسعار ملی بله. میدونید باز چیکار کردن؟ اونها متاسفانه بینندگان گرامی ببین که اون بیچاره صرافی بیچاره تاجیک که به خاطر اینکه جریمه هنگفت به اون بردوش اون گذاشتند و سببی خودکشی او شد و کارشناسان گفتن که این جریمه های هنگفت علیه صرافان بیچاره عواقبی بدی دارد، ولی متاسفانه امروز شده است قانون نوی را به تصویب خواهند رساند که تبادل غیر قانونی اسعار غیر قانونی در قوسک یعنی جنایت است. یعنی در کودکس جنایی اینا دار آوردن، یعنی باز مشکلی صرافان بیشتر می شود، یعنی نظارت بالای صرافان واقعا بیشتر می شود. و عجیبی از همین است که اونها میگویند که صرافان را به بالاروی قرب تومی ملی متهم میکنند، در حالی که ولی در حالی که کار افتاده ها گفتند که میروند از بانک ها قیمت خیلی بالا، اگر در بازار 745 سامانی باشد میروند اونجا 750 7 چند میخرند. مثلا ببینیم به سامانه آزادگان که گفته است که کار افتاده گفتند که بانک ها دلار رو 758 سامانی میفروشند. مثلا خالق نظر جمعه ساکن شهر دوشنبه در صفحه فیسبوکیش نوشته است که برای $100 آمریکایی ضرور شد. خیلی جای رو گفتن نهایت در بینای اساسی تاجیک صادرات بانک، ببین یک بانک تاجیک صادرات بانک به ارزش 750 سامانی آن را خریداری کردم. اکنون کی گفته میتواند که در بالاروی قرب دلار کی گناهگار است؟ نقطه های مبادله اسعار یا بانک ها؟ یعنی بانک ها رفتن این کارشناسان هم تهدید کرده بودند که کشدار داده بودند که این کار سببی اعمالی غیر قانونی و پشت پردگی زیاد می شود.
امروز بانک ها هم شروع کردن به این کارهای غیر قانونی. ببینید شما اصلا قضیه مسئولین ما یک چیز است در تمامی، نه تنها در این بازار سیاهی بانک ها، در عموما ما یک مشکل داریم. فرهنگ مسئولین امروزه ما یک چیز است: منع کردن، با زور منع کردن، زندان کردن، جریمه کردن، بستن، ممنوع کردن. این نمیشود. این راهی اصلاح کار نیست. بله. باید اینا اصلا اگر میخواهند که مثلا این یک روندی درستی خود را پیدا کند، بیاین با مردم درست صحبت کنند. مثلا اگر اونها امروز نقطه مبادله اسعار را بستند، بله، چی میشود؟ یک نفری که در بازار، برای مثال این طبیعی است در تاجیکستان، این رو من زیاد بخوردم که بله، مردم وقتی میروند در بازار میبینند که مثلا یک نفر سوداگر برای رفتن برای مثلا بار آوردنش از خارج با پول با دلار نیاز دارد. بله. اون هیچ وقت نمیرود بانک دنبال بانک یا اینکه مثلا این نقطه مبادله اسعار رسمی که حالا معلوم نیست. من مطمئنم این اگر با اون کسانی هم که اجازه تبادل اسعار میدهند دوباره با یک رشوه کلان، این مخصوص به خاطر پول کردن یک گروه است. باز بله. همون گروه افرادی که این کارو کردن، بله، دوباره از این همین صرافی ها مطمئن باشید. بله. باز این خبر رو هم شاید در بعدتر در خبرگزاری ها بله. خواهیم دید که بله. همین صراف ها دوباره میروند یک رشوه کلان پرداخت میکنن و اجازه مبادله تبادل اسعار رو دریافت میکنن. این همین است. ولی چرا با این راه تا کجا میرویم؟ باز رفتن مثلا امروز در بازار با میتونن مردم از طریق همون سوداگرها یا اینکه از طریق همون تاجران بازارها پولی خودشون عوض کنن، رفتن میروند مثلا نه دنبال بانک میروند نه یگان جای دیگر. ولی اینها باید از ریشه مشکلات رو حل کنن. با زور، با این منع کردن، با فشار آوردن نه اسعار ملی رو قربش حفظ کرده میتونیم، نه مثلا دلار رو در جمهوری زیاد کرده میتونیم، نه آخه اصلا استحصالاتی نداری که یک جا صادرات کنی و از اونجا پول وارد کنی. بله. دیگر چیکار میکنید؟ بله. با زور باید یک ببین در شرح قضیه عبدالغفار قربانوف سخنگوی بانک ملی تاجیکستان با آزادگان گفت بانک ها نباید دلار رو از قرب معین کرده اشون قیمت بفروشند، نباید، ولی صرافان نباید نه جریمه میشوند. و باز گفته است که اگر کسی این رو دید شکایت بکند. چرا شما یعنی صرافان رو بر اساس شکایت شهروندان جریمه نمیکنید؟ خودتون رفته نهادهای مخصوص رفته اونها رو جریمه میکنند، ولی در مسئله بانک ها باید شهروندان شکایت کنند که بر اساس شکایت شهروندان. یعنی یک درویگی، یک دخورگی در تعامل است که در آخر همه می رود به اون سری مردمی بیچاره، صرافانی که واقعا با صد مشکل این پیشه رو اختیار کردند و کار میکنند در این پیشه، واقعا با مشکل های زیادی روبرو میشن. یکی از خبرهای دیگر کی بود؟ زبیدالله رازق، رئیس مجمع علمای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، مردی جسور، سیاستمدار، دانشمند، روحانی مشهور که 72 سال عمر دارد. امروز اون بیچاره رو با تهمت‌های بافته و ساخته، با 3 تهمتی ساخته و باخته اون بیچاره متهم میکند. و واقعا اکای زبیدالله که ما میشناسیم یک انسانی رحمدل، انسانی وطن دوست که همه قریب شهروندان اون مقاله هایی که می نوشت درباره اسلام، درباره اون را خواندن و اون شخصیت رو میشناسن. واقعا جوی تأسف میخورد که در حق چنین فرزندان وطن چنین حکم‌های ناعادلانه، چنین رفتاری ناجوانمردانه صورت میگیرد. البته داملا زبیدالله یکی از شخصیت‌هایی است که اون کس استاد زبان ادبیات تاجیک بودند، در دانشگاه ختم کردند، معلم زبان ادبیات سالها با شاگردان در مکتب درس دادن از فن زبان ادبیات تاجیک. و یعنی شخصیتی هست که اصلا یک شخصیتی فرهنگی، یک شخصیتی که همیشه اگر یادتون باشد هر وقت که با او رو برو میشدیم یک تبسم خاصی در لب داشت و با دیدنش همین که هر وقت نامی داملا زبیدالله رو میشنوم همون تبسم پیش رویم میآید، همون تبسمی که داشت
و اون کسی نبود که مثلا او رو بتوان با آسانی متهم به افراطگرایی، به تروریسم یا به این چیزهایی کرد که واقعا سفسطه هستن و امروز با بالای این مردی نجیب بار کردن. شخصیتی که اصلا بیایم یک بار فکر کنیم، وقتی شخصی که از در مکتب میونه شاگرد تربیت کرده است و زبان و ادبیات مادری مردم رو به آنها یاد داده است، آنها رو در روحیه و تندرستی تربیت کرده است، خودش بارها از او میشنیدیم و بارها میدیدیم که درباره وطن دوستی، درباره مثلا خدمت به مردم چقدر صحبت میکرد، چقدر سخن میگفت و همه مردمی که او رو میشناختند از اون کمترین عمل یا گفتاری مثلا ضدی انسانی یا اینکه کمترین عملی که اصلا بیانگر افراط باشد در او وجود نداشت. اون یک شخصیتی بسیار معتدل، بسیار میانه رو و یک انسانی حلیم، مهربان، شخصی که اصلا بگیم یک افراطگرایی یا که مثلا تروریسم با اون اصلا دو چیزی متضاد است با دامروز عبیدالله. چرا این رو با هم آوردن جمع کردن اصلا نمیچسبن اینها. آخه تا کجا میتونیم ما با تهمت، با دروغ، با بهتان چنین افراد را پشت زندان بریم، پشت پنجره بریم؟ چی کار میخواهند بکنن با این؟ خب این را زندان کردید، اندیشهش رو چیکار میکنید؟ دامروز عبیدالله اگر رفت زندان، اندیشه دامروز عبیدالله امروز در تمام بطن جامعه تاجیک جاری است. فکر دامروز عبیدالله امروز در جامعه تاجیک جاری است. میخواهید نمیخواهید اندیشه دامروز عبیدالله همون آبی هست که در جریان است. باور کنید یک چیز است، امروز برخورد اندیشه با برخورد حکومت امروزی ما دو چیزی متفاوت است. حکومت ما امروز مثل اون سنگ عمل میکند که هر چیزی که در پیشش بیاید اون را باز می‌دارد. چگونه؟ وقتی یک سنگ از یک بلندی سرازیر می‌شود، با اولین مانعی که برمیخورد به اون برخوردی سخت میکند و می‌ایستد. حکومت ما امروز عین همین کار رو میکند. هر چیزی که از پیشش میبرد بلا فاصله به یک برخورد شدید با اون میکند و در همونجا میماند. ولی اندیشه دامروز عبیدالله و اندیشه نهضت و اندیشه کسانی که واقعا آزادی خواه هستند، نه تنها نهضت، امروز تمام آزادی خواهان، این اندیشه نهضت اندیشه یک گروه، یک شخص نیست، این اندیشه اندیشه ملی است واقعا. اندیشه ملی آزادی خواهی امروز مثل آب است. وقتی آب از در یک جا حرکت میکند با اولین مانع برمیخورد چیکار میکند؟ کمی صبر میکند، با شدت برخورد نمیکند، از طرف دیگری اون مانع راه میجوید. اگر پیدا نکرد به طرف دیگری مانع میرود، اگر پیدا نکرد از راه پیدا کرد میرود، اگر نکرد چی؟ اینقدر صبر میکند که بالاخره پر میشود و از بالای مانع میگذرد. اندیشه ملی، اندیشه دامروز عبیدالله، اندیشه ملی آزادی خواهی عین همین آب است. بالاخره این مانع ها را یا راه پیدا کرده میگذرد یا این مانع ها را از بالاش میگذرد یا مانع را با خود شسته میبرد. این طبیعی است، مطمئن باشید به این. پس بیاید یک بار دیگر بیاندیشید و چنین یک افراد فرهیخته بزرگسال را احترامش را بجا بیارید و بمانید که در همین چند سالی که شاید از عمرش مانده است راحت زندگی کند و به تربیه نسل نورست و تربیه ملت تاجیک و همون مهربانی و عطوفت و لطافتی که دارد به همون در جامعه بپردازد. این وقتی که این قرارهای ناعادلانه اینا رو میبینید، همون سخن شاعر به یاد میآید که این چی شعوری است در دور قمر میبینم، همه پر از فتنه و شر میبینم واقعا. و باز یکی از روحانیان و سیاستمدار شناخته تاجیک در همتری وضعیت یک بار گفته بود استاد حاجی اکبر تراجانزاده که چی کنیم که زمین بلند است و زمین سخت است و زمین سخت است و آسمان بلند واقعا. و یکی از دیگر چیزهایی بود اون سفری استاد محیدین کبیری و شرکتش در کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی در تهران. اول حکومت یکی از مقامات مسئولین کمیته دین اعتراض خودش رو بیان کرد، بعد نشد
نوت فرستادن، رسما نوت به چی فرستادن و از همه تعجبش این است که این سفر عبدالله نه سیف الله سفروف یکی از کارمندان مرکز تحقیقات نزد پرزیدنت، اون گفته که یعنی تقریبا یک نوع ایران رو تهدید کرده یا با ما باشه یا با تروریسم. یعنی این سفر سیف الله سفروف کار به جایی رسیده است که تروریسم و غیر تروریسم رو حالا تو یک نفر از مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان مشخص میکنه. بله. نه حتی این سیف الله سفروف چقدر احترام نسبت استاد محیدین کبیری داشتن و چقدر روابط داشتن، ولی امروز این میاد از نام حکومت تاجیکستان، از نام مرکز تحقیقات میگوید که شما چطور یک تروریست رو قبول میکنید. والله خطاب به سفر سیف الله و آنهایی که این گپ ها رو میزنن میگم شما شخصیت محیدین کبیری را خوب میشناسید. اون هیچ وقت تروریست نبود و هیچگاه فکرهای افراطی نداشت، بلکه شخصیت او حتی اون رو تنقید میکردن که سیاست های صبر و تحمل از حد زیاد داشت. اون فرزانه ملت را شما با این کارتان نه اینکه اون رو پس میکنید، جایگاه او رو به جایگاه او لطمه وارد میکنید، برعکس خود را شرمنده دنیا میکنید. و واقعا اون صبوری دولت چطوری که در چی نوشته است در فیسبوک که اون هم در سامانه پیام نت منتشر شده است، این گفته اگه یکی صبوری دولت یک کاربران شبکه‌ای که شما با این کارهایتان شما چیکار میکنید؟ با جهان جنگ میکنید. امروز اگر ایران قبول کرد، فردا باز ترکیه و اروپا و امریکا و همه کشورهای اسلامی و اینها از این شخصیت از حزب نهضت اسلامی استقبال میکنند و اون میدانند که این واقعا اون چیزهایی که در حق این شخص میگه، در حق حزب نهضت میگه 100% دروغ هستند. شما برعکس اگر نگاه کنیم، یکی از برادران خیلی خوب گفته بود در فیسبوک هم نوشتگی بود که با جواب به سیف الله سفروف کی هست تروریست؟ اونه که با صبر و تحمل و خشتنداری دعوت میکرد یا اونه که صدها آدم ها را زندانی میکند، میکشد، تحقیر میکند، شکنجه میکند، اون است تروریست. درست است، واقعا هم همین است. ولی من از دوستان خواهش میکنم یک مصاحبه سیف الله سفروف با عبدالقیوم قیومزاد انجام داده بود در مرکز حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. بله. این مصاحبه در فکر میکنم وجود دارد در شبکه یوتیوب و در دیگر شبکه‌ها، در اینترنت وجود دارد. اگر این مصاحبه رو یک بار ببینند و مخصوصا خود سیف الله سفروف که در اون موقع که چند سالی هم نگذشته است، واقعا هم فکر میکنم سال 2013 آخرش بود یا 2014، در همین مدت نخود که حزب نهضت اسلامی اینقدر تغییر کرده باشد، نظری سیف الله سفروف رو در اون مصاحبه شما در برای حزب نهضت ببینید چی گفته است و حالا شما خودتون درک خواهید کرد که این سخن سیف الله سفروف با اون سخنش چقدر تضاد دارد. یعنی ببینید چی میگویند واقعا، یا اون سخنش رو باید سیف الله سفروف رد کند یا این سخنش رو. یعنی این عجیبه. سیف الله سفروف و آنهایی که امروز در کرسی ها نشستند فکر میکنند که این کرسی ها با آنها وفا میکند، ولی حداقل شما که حقیقت رو گفتن میتونید حداقل سکوت رو اختیار کنید. یا مثل حفیظ بابایاروف که اینقدر حزب رو میزد، اینقدر از حکومت دفاع میکرد و حکومت رو یک حکومتی دنیوی معاصری دموکراتی میخوان که به سبب یک اعتراضش به قرار پیشوای ملت اون سبکدو شد. و باز در این ضمن هم استاد محیدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با یکی از سایت های اینترنتی در خود ایران به نام دیپلماسی ایران یک مصاحبه خیلی خوب انجام داده است که واقعا از همه بینندگان و برادرانی که دسترسی به اینترنت دارن خواهش میکنیم یک بار اون رو ببینند و چقدر واقعیت ها و چقدر این شخصیت که اونها اینقدر اون بیچاره مثال استاد محیدین کبیری را تهمت تروریسم و کشتار و قتل و اینها کردن، چقدر خوب
با تحمل چقدر جواب میدهد و باز در اون مصاحبه از مکالمه، از دیالوگ، گفتگو صحبت میکند که من اخیری مقاله استاد محیدین کبیری را به سمع شما میرسانم برادران عزیز که ببینید بینندگان گرامی. پیام نهایی حکومت این است که ما داوطلبانه همت را تعطیل کنیم و سپس آنها یعنی حکومتی ها در باره مسیر راه آینده ما وارد گفتگو شوند. بنابراین آنها شرط اول رو تعطیل نهضت اعلام کردند و گفتند که قبل از آن هیچ گفتگویی نخواهد بود. حالا وقت با چنین ادبیات با نهضتی دارای ریشه تاریخی، دستاوردها و محبوبیت مردمی صحبت می شود، بیانگر آن است که آنها یعنی مقامات تاجیک دنبال گفتگو و راه حل مسالمت آمیز نیستند. آنها دنبال ایجاد یک نظام خودکامه و تک حزبی در کشور هستند و میخواهند که همه احزاب، گروه ها و جریان ها نیز از یک نفر و گروه حرف شنوایی داشته باشد. این برای ملت تاجیک مناسب نیست و در نهایت این سیاست اوضاع داخلی را به این مرحله خطرناک رسانده است. واقعا صحبت اختصاصی، مصاحبه اختصاصی خیلی خوب هست که انشاءالله ما شما را دعوت میکنیم که اون را تا حد اگر امکان باشد به اینترنت دسترسی داشته باشید، یک بار بنگرید، از انشاءالله از فایده خالی نیست. آخرین خبری که هست، یک کودک، یک جوانی نابالغ تاجیک از مادرش باز جدا شده است در روسیه. یعنی مقامات انتظامی روسیه یک کودک میان مادر رو با همراه فرزندش میبینند، از اونها پاسپورت طلب میکنن، اونها میدهند، هیچ مشکل نداره. ولی وقتی که میتریسکر دعوت میکنن طلب میکنن، این کودک میتریسکر نداره، شهادتنامه تولد، پس اون رو میبرند به بازداشتگاه. یعنی این در حالی است که چند وقت پیشتر ما از یاد ما حادثه عمر علی نظروف، اون طفل 5 ماهه تاجیک از یاد ما نرفته است. یعنی کو آن مقاماتی که باید از حساب مردم، خصوصا اون سفارتخانه ها و کارمندان دیپلماتی کشورمون در روسیه که از حساب مردم اونجا معاش میگیرند، چرا نمیروند این مسائل را مطرح بکنند، از حق این بیچاره ها دفاع کنند؟ درست است. واقعا هم این مشکل است، ولی فکر نمیکنم مسئولین ما با این زودی ها به این مشکلات رسیدگی کنند. تا زمانی که حکومت از مردم وابسته نیست ما این مشکلات رو خواهیم داشت متاسفانه، و امیدوارم که در آینده نزدیک مسئولین ما با این قضیه ها جدی تر مناسبت کنند و حداقل همون چیز میگن ساحه مهاجرتی که امروز در روسیه فعال هست در نزد سفارت و واقعا هم از پول مهاجرین زندگیشون میچرخد، همونها حداقل یک فکری بکنن و برون. حداقل واقعا میگم آخر دیگر چی مونده است؟ نخود که شما از یک طفلکی دیگه برای اون هیچ یک قانون اجازتی مثلا بازداشتش رو نمیدهد، شما نتوانید از اون دفاع کنید. از عمر علی نتوانستید، پس از این بیچاره بکنید به نام نسیم است. دیگر چی کار میکنید شما آخه اونجا؟ تا کی از حساب مهاجر از حساب مردم میخرید و کاری نمیکنید؟ خب بیایید برای به نزد مردم بیایید، از حقوق بزرگ سالها نمیتونید دفاع کرده. و این کودک ها دیگه برای هیچ کس پوشیده نیست که هیچ نهاد حقی بازداشت کودک رو نداره، حق جدا کردن او رو ندارد از مادرش. خب بیایید حداقل از این رو دفاع کنید. یعنی از این که بعد کار بزرگتر شود و دعوت کنید که به خاطر این که دیگرها از اون سوء استفاده نکنن، از اون حداقل به خاطر این که ما سوء استفاده نکنیم شما بیایید و این مشکلات مردم رسیدگی کنید. بینندگان گرامی، این بود برنامه بازچگپ، مرور به حوادث و اخبار روز. تا برنامه دیگر، تا بازچگپ دیگر، خدا حافظ. در پناه خدا. سلامت باشید.